ما تو فارسی هم از زمان استفاده میکنیم، ولی از اونجایی که فارسی زبان مادریمون هست و ما اون رو ناخواسته یاد گرفتیم بهش توجه نمی کنیم. و چون تو زبان محاوره ما میایم بعضی موقع از افعال غلط استفاده میکنیم. شما نگاه کنید توی کتاب ها وقتی که کتاب میخونیم با گفتار ما کاملا متفاوت هستش، اما تو انگلیسی یه خورده موضوع فرق میکنه. تو انگلیسی زمان خیلی مهمه، چون وقتی که ما از زمان درست استفاده نکنیم شنونده برداشت بدی از جمله ما خواهد کرد. اولین چیزی که زمانی که برای ما خیلی مهم هستش و ازش خیلی استفاده میکنیم زمان حال ساده هست. زمان حال ساده اصلا تو فارسی چیه؟ هر موقع میگیم زمان حال ساده همه فکر میکنن ما الان رو داریم توصیف میکنیم یا در مورد کاری که همین الان داره انجام میشه داریم توضیح میدیم. نه، اینجوری نیست. زمان حال ساده زمانیه که ما در مورد موضوعی یا کاری یا مبحثی که به صورت کلی اتفاق میفته. من خیلی به زبان ساده بگم، شما اگه کتاب‌های گرامر رو برید نگاه کنید خیلی کاربردها براشون نوشته شده. نمیدونم کاری که از گذشته شروع شده، تغییر ناپذیر هبیت شماست و خیلی چیزهای دیگه هست، اما من خیلی کلی و ساده بگم. زمان حال ساده زمانی هستش که ما در مورد کاری در به صورت کلی صحبت میکنیم یا یک کار به صورت مدام اتفاق میفته. این مدام منوط بر این نمیشه که تو هر روز هر دقیقه این کار رو انجام بدی. زمان حال ساده حتی شما سالی یک بار انجامم بدی از زبان حال ساده استفاده میکنی یا اصلا هرگز انجام ندی، بازم زمان حال ساده هستش. پس زمان حال ساده یا تو انگلیسی simple present ما این به این معنا نیست که همین الان اتفاق میفته، یعنی مبحثی که کاری که به صورت کلی و جنرال اتفاق میفته، مثل اینکه آفتاب همیشه از شرق طلوع میکنه. مثلا من عادت دارم شبها ساعت 12 بخوابم، این عادت منه. صبح زود بلند شم، عادت منه. ممکنه یه شبم زود بخوابم یا دیرتر بخوابم، یا یه روز صبح هم زود از خواب باشم یا دیرتر بلند شم از خواب. به خاطر همینه که میگیم که یک کاری که جنرال باشه، کلی باشه و در مورد شخص یا کسی یا چیزی واقعیت داشته باشه. خیلی ساده است. در این مورد از زمان حال ساده استفاده میکنیم.